عجایب هرم‌های مصر. اگه بهت بگم سازه روی زمین وجود داره که حتی امروز با تمام تکنولوژی و جرثقیل‌ها و ماهواره‌هامون نمیتونیم دوباره بسازیم، باور میکنیم؟ اگه بگم زیر 3 کوه سنگی که وسط صحرا وایسادن راهروهایی هست که هنوز هیچ کس نمیدونه چرا ساخته شدن، چی؟ اگه بگم مهندسا بعد از 4500 سال هنوز نفهمیدن دقیقاً این هرم‌ها چطور ساخته شدن، چی میگی؟ این ویدیو قراره تو رو ببره وسط یکی از بزرگترین رازهای تاریخ بشر، هرم‌های مصر. دقتی که حتی با تکنولوژی امروز هم دیوونه کننده است. هرم بزرگ جیزه فقط یه سازه نیست، یک معادله مهندسیه، یک کد مخفی ریاضیه و حتی بعضیا میگن یک ماشین نجومی. فکت شماره 1: 4 طرف هرم با دقت 500 درجه به 4 جهت اصلی زمین تنظیم شده. یعنی چی؟ یعنی حتی با GPS هم همچین دقتی سخت به دست میاد. فکت شماره 2: بنیان هرم فقط 2 سانتیمتر اختلاف سطح داره. ساختمان‌های امروزی با تجهیزات لیزری هم گاهی همچین دقتی ندارن. و حالا عجیب‌ترین بخش: 2.3 میلیون بلوک سنگی هر کدوم بین 2 تا 30 تن وزن داشتن. یعنی تجربت میگه با ابزارهای 4500 سال پیش محاله. اما عجیب‌ترش اینه که این بلوک‌ها به قدری دقیق کنار هم قرار گرفتن که بینشون حتی یه تیغ کاتر هم جا نمیشه. این نقطه‌ایه که دانشمندا میگن این یه سازه معمولی نیست، این یه پیام باستانیه. حالا بریم سراغ عجیب‌ترین بخش ماجرا. در داخل هرم ردهایی از مهندسی ناشناخته دیده شده. برای مثال سوراخ‌های سراسر صاف در سنگ‌های سخت. سنگ‌هایی مثل گرانیت که امروز فقط با مته‌های صنعتی سوراخ‌کاری میشن، داخل هرم با دقت میلیمتری سوراخ شدن. دانشمندا میگن انگار از دریل‌های پرسرعت استفاده شده. ولی خب 4500 سال پیش برش‌های کاملا صاف روی سنگ. بعضی از این برش‌ها انقدر صافن که تنها چیزی که میتونه همچین کیفیتی بده لیزره و هیچ ابزاری از اون دوره حتی نزدیک به این هم نبود. تونل هایی که به هیچ جایی نمیرسن. در هرم شاهراه‌هایی ساخته شده که از دل سنگ‌های چند تنی عبور میکنن، ولی خب به جایی نمیرسن. انگار مسیرهایی هستن برای چیزی که ما هنوز نمیفهمیم. این نقاطیه که باعث شده بعضی محقق‌ها بگن شاید اونا چیزی رو میدونستن که ما امروز فراموش کردیم. راز اتاق مخفی. در سال 2017 با اسکن‌های میومیونیک یک فضای بزرگ در دل هرم پیدا شد. چیزی حدود 30 متر طول. و مهم اینه هیچ راه ورودی بهش نیست. یعنی چی؟ یعنی یا باید مخفی می بوده یا برای موجوداتی ساخته شده بوده که بهش دسترسی متفاوت داشتن. برخی دانشمندا اعتقاد دارن این فضا ممکنه محل نگهداری ابزار ساخت هرم بوده، یا یک اتاق آیینی، یا اصلاً یک اتاق رزونانس. چون صدایی که داخل بعضی تونل ها تولید میشه کاملاً غیر عادیه. انگار طراحی شده که صوت رو تقویت کنه. ولی بیایید فقط به این فکر کنیم چرا یک سازه مقبره‌ای باید چنین تکنولوژی صوتی داشته باشه؟ رصدخانه نجومی یا یک پیام برای آیندگان؟ چیزی که کمتر کسی میدونه اینه که هرم‌ها دقیقاً با کمربند جبار اوریون در یک خط قرار دارن. این هماهنگی انقدر دقیقه که انگار سازنده‌ها می‌خواستن هرم‌ها روی زمین یک نسخه از آسمان باشن. بعضی تحقیقات میگن این چینش احتمالاً یه نقشه ستاره‌ایه، یا یک پیام برای کسانی که هزاران سال بعد میان، یا حتی یک تقویم فضایی برای رصد پدیده‌های کیهانی. و حالا عجیب ترینش، تعداد زیادی از اندازه‌های هرم‌ها با عدد پی و نسبت طلایی هماهنگی دارن. یعنی اونا درک ریاضیات پیشرفته داشتن. اما سوال اصلی اینجاست: چطور؟ از کجا؟ و چرا؟ چیزی که از ما مخفی مونده. گاهی وقتا تاریخ همه ی حقیقت رو نمیگه، چون اگه بگه همه چیز زیر سوال میره. واقعیت اینه که مصرشناسان هنوز نمیدونن هرم‌ها چطور ساخته شدن. هیچ نظریه‌ای کامل جواب نمیده. نه شیبدارها، نه رمپ‌های دایره‌ای، نه هزاران کارگر. هیچ کدوم کاملا منطقی نیستن. اینجا نقطه‌ایه که بیننده با خودش میگه پس چی؟ پس چطور ممکن بوده؟ و این دقیقاً همون جاییه که تو بیننده رو میگیری.
حالا یه سوال کلیدی، اگه ما هنوز نمیتونیم دقیقاً بفهمیم هرم‌ها چطور ساخته شدن، پس سازنده ها کی بودن؟ تمدنی که قبل از تاریخ ما بوده؟ دانشی که فراموش شده؟ یا فقط انسان‌هایی که خیلی بیشتر از چیزی که ما فکر می‌کنیم می‌دونستن؟ هرم‌ها فقط سازه نیستن، اونا یه راز سنگی هن که 4500 سال منتظرن کسی رمز واقعیشون رو کشف کنه.